امروز یک سوال کنکور مال سال 1400 رو داریم که از کتاب ریاضی دهم تجربی هست. میگه اگر x y بر روی x به علاوه y مساوی با 1 x z بر روی x به علاوه z مساوی با 0 و y z بر روی y به علاوه z مساوی با 1 باشد، حاصل یک x به علاوه یک y به علاوه یک z کدام است؟ 5 دوم، 7 ششم، 11 ششم، 11 دوازدهم. خب با نگاه به این حالت که میگه یک x به علاوه یک y به علاوه یک z، ما اولین چیزی که به ذهنمون میرسه یعنی ساده کردنه. حالا ما این معادله هایی که اینجا داریم رو در واقع باید یه جورایی ساده کنیم. خب این معادله من که هست x y بر روی x به علاوه y مساوی با 1، اگر من اینو معکوسش کنم یعنی بنویسم x به علاوه y بر روی x y، خب ما میدونیم که یک معکوسش میشه خود یک، یعنی میشه خود همون یک مساوی با 1. در نتیجه x بر روی x y به علاوه y بر روی x y مساوی است با 1 و در نتیجه این x با x ساده میشه، y با y ساده میشه، میشه یک y به علاوه یک x مساوی با 1. در معادله بعدی ما داریم x z بر روی x به علاوه z مساوی با 3 که معکوس این میشه x به علاوه z بر روی x z مساوی با 1/3. در نتیجه x بر روی x z به علاوه z بر روی x z که x با x z با z که در نتیجه میشه 1/z به علاوه 1x مساوی با 1. معادله بعدی میگه yz بر روی y به علاوه z مساوی با 1 که اینم اگر معکوس بشه میشه y به علاوه z بر روی yz مساوی میشه با خود همون 1. در نتیجه y بر روی yz به علاوه z بر روی yz که حالا y با y میره، z با z میره، در نتیجه میشه 1/z به علاوه 1y مساوی با 1. حالا من این عبارت و این عبارت رو میتونم با هم جمع کنم و ما میبینیم که توی این سه تا عبارت یک ایگرگم 2 بار، یک ایکسم 2 بار و یک زدم هم 2 بار تکرار شده. یعنی من اینجا به این صورت دارم، اینجا برابر با 1/3 هست، اینجا به این صورت دارم 2 تا یک ایکسم به علاوه یک